به نام خداوند و بخشنده و مهربان. درود و سلام دارم خدمت یکایک شما دوستان و بیننده های عزیز. انشالله که همیشه خوش و سلامت باشید. دوستای عزیز، امیر خم که میگیرنید دیگه برای بچه ها برادر کتاب گرفتیم، کتابات پیش پنه دیگه. امروز رفتیم کتاب های بچه ها رو گرفتیم، بعدش هم رفتیم بخشی از اینا هم دفترچه و قلم و مداد هرچی که لازم داشت اونا رو گرفتیم دیگه. گفتم امزی کتاب میتابم یک ویدیو کوچیک بگیرم دیگه با شما عزیزان و دوستای عزیز شریک بسازم. شما دوستای عزیز تا آخر ویدیو با ما باشید دیگه. همون لایک و سابسکرایب فراموشتون نشنه و کمین های زیبایتان مورا حمایت کنید. تشکر. سلامت باشید. سلام دوستای عزیز، خوبین؟ جانشون خوبه؟ سلامتین؟ دار سرزمین هستین؟ دوستای عزیز خوش باشین، سلامت باشین. تشکر دوستا، خود از ما هستین. خوش آمدین دوستای عزیز در یک برنامه دیگه از ما. برنامه دیگه از ما که برنامه مال مدرسه ولی بچه ها کتاب خریدیم، دفتر مفتر خریدیم. تا آخر برنامه دوستای عزیز از ما باشین. چیز خرده چیز کم بوده نیه یا بازم کمینم بیدین دوستای عزیز خوشحال موشین. الینا یک سلام کو بچه. با این دو دست کوچکم دست میبرم پیش دعا، با دل پاک و روشنم دعا کنم. دعا باز خدای مهربان بشنو دعاهای مرا. دعا برای مادر، دعا به شادی بابا، به خانه ها صفا بده، به جان ما وفا. سلام دوست عزیز، براد عزیز، هر یکی هستین خوب سلامت باشید. لایک و سابسکرایبتون نره. آفرین آفرین هلینا جان، از مورا یک بوسم بدی. تو این شعر مال پارسال منده. البته یک جایش یک کمک اشتباه کرده، شما از بزرگی از خود خوب ببخشید، ولی بازم خوب خواندگ. آفرین آفرین. ما اصلا خبر نداشتیم که شعر برادر یفس که در پارسال تال در دلش مانده. آفرین هلینا، آفرین هلینا جان، با این شعر قشنگ خوب بخی ما را غافلگیر کرد. آفرین. بازم یک آفرین یا یک قدردانی اونم از هلینا جانی خند از ما که بسیار یک شعر قشنگ زیبا را خواندگ. آفرین هلینا جان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بازم شروع مونیم بخیر از کتابای هلینا جان که اول از کدام شروع کنم؟ از کتابای شروع مونم پاکونشم که دور افتاده. خب کتابای اول که هلینا امسال کلاس دوم میشه دیگه. کتابای هلینا چیه؟ اینیش کسه هدیه های آسمانیه یک دنه. اینیش کسه آموزش قرآن کریمه این دو دنه. ایش کسه نگاریش فارسیه این سه دنه. ایشی فارسیه این چهار دنه. ایم علوم و تجربیه که 5 دنه. اینیش هم که ریاضیه. 6 دنه کتاب مالی هلینا جانه که کلاس دومیه. ایم کتابایشه. دوستای عزیز اینم امو مداد رنگی هلینا یک برای نقاشی و چیزایشه. اینی هم کسته جای مدادیه که خودش انتخاب کده. ایره کفتوزکی میگه، خود هلینا انتخاب کده. ای هم که امو چسب منطقیه ماجیکه. اینایش کسته نوشته میشه بازدمو مدادا و خودکار و چیزایشی چسبیده میشه که گم نشنه. ای هم که پاکون شه. ای هم مداد سیاه. باز اینی هم کسته در روی نوشته میشه نام خانوادگیه، همون کلاس درسیشه که کلاس چندمه باز کامل نوشته میشه. در روی کتابایش چسب میزنیم که دیگه دور یا گم نشنه یا بدل نشنه. دانش آموزا در کلاس بدل نشنه. قیمت هم که زیده 18,000 تومان. خب یعنی کسه دفترچه مشقه که مال هلینای بسیار عروسک خوشگل هم رویش چابه دیگه. اینیش هم که هسته مالی
نقاشی هلنایه که بسیار یک دفتر نقاشی قشنگه که بسیار متر دیزاینای قشنگ داره که عروسک مروسک جا چابه در رویشی. هلنا جان فهمید بسیار یک چیزای قشنگ انتخاب کرده. این مال نقاشیشه. ایشی؟ املا. ایش کس مال املایه. مال املایه. ای هم که انتخاب هلنایه دیگه. مال املا کس البته ای رویش هم از این برچسبا داره که املای هر کس که خوب بوده باز از این برچسبا هم معلم شه دمو املایش میزنه که مگه آفرین عنوان تشویقی. این دوستای عزیز دیگه از هلنا بوده. مال کتاب و دفتر و همو مداد و وسایل مدرسه ایش بود که جدا از کیف و همو لباس مدرسه ایشی که مال پارسالشی بوده. اونایش دیگه برای امسال کافیه، خوبه دیگه. حال میم روی کتابا و وسایلای شهناز جان. شهناز جان که هسته امسال کلاس پنجمیه. این هم کتابی ادیه های آسمانه. یک دنه ایش هم که علوم و تجربیه. این دو دنه. این هم نگاریشه. سه دنه. اینیش هم کست ریاضیه. 4 دنه. ایش هم کست مطالعات و اجتماعیه. این 5 دنه شد. اینیش هم کست آموزش قرآنه. 6 دنه. و ایش هم فارسیه. 7 دنه. 7 دنه کتابی درسی مال شهناز جانه که کلاس پنجمه دیگه. حال ما این روی وسایلایشی اینا کسته مدادی رنگیایشه برای نقاشی دیگه. ایش هم کسته امو جای مدادیشه که آردوش خنجره هلنا یک رقم انتخاب کرده، فقط رنگ صورتی و آبیه به خاطر تشخیص شه دیگه. هلنا از داخل پشت در آورده و شهناز جان ننوز در نورده. خواهی هم کسته اینی هم کسته مال از امو مداد چیه که چسب میدونی نامش نوشتن در روی مداداش چسب میدونی تا بدل نشنه. این هم کسته خطکشه. خطکشی البته دو دونه داره که یک دونه یه نیست کمشه هر طرف، یک دونه این طرف شه. دو دونه اینی کسته بازم همو نام خانوادگیه که اسم نام خانوادگیه که نامار نوشتم نه، کلاسار نوشتم نه که کلاس چندمه. در روی کتاباش باز چسب میده که بدل نشنه. پایینی هم که است ماجی که دو تا خودکار گرفته شهناز. یک دونه غلطگیره که وقتی نوشتن اگر تا خودکار غلط بود باز ترازی فهمیدی صاف کنه از نو نوشتم نه. این هم که چسب مانتیکیه. این هم که پاک کنه. اینیش هم که تراشه، میداد تراش یا پلسین تراشه. اینی چیز کلا؟ هایلایتر. اسم زی انگلیسیه چه؟ هایلایتر. هایلایتر. تو باش که شهناز جان چه رقم دفترهای انتخاب کرده؟ اینیش که است دفتر مشق ریاضیه که مشق هم 29,000 تومنه که دو قطعه دیگه در مجموع ما پولش دادم متعالا روش سعی کردم 29,000. اینیش که است مال مشق فارسیشه که هم 42,000 قیمت چی 29,000 بودی 42,000. فکر مشقات برکه اینیش کسی مال چیز کنه؟ ایش هم مال املایه. اینیش مداد چمنده که امیرالی عوض شده ما یادم رفته. این مداد سیاهشه. اینیش کسی دفتر نقاشی شهناز جانه که بسیار یک دفتر شنگ گرفته برشه نقاشی بود. انشاءالله که این دفتر بسیار یک نقاشی های قشنگ انجام بیده که ما و شما
لذت بردیم. خب این هم وسایل های شهناز بوده. اینا کسته دوستان عزیز جلد کتابه، داخلش کسته یک نوع چیز پلاستیکی چسبیه که در این حالت تقریبا همین کتابای مدرسه ایش مثلا مثل این کتابا، یعنی رقم میلیم با پوریش میزنیم داخل از این چسب میزنیم که پاره نشنه. این به خاطر محافظ کتابایشه. این البته مال شهناز و مال شهنازه. کتابای مهتاب برادر جان عزیزم که ما خدمت چی عرض کنم، مشکلات خیلی سنگین هم هست، خیلی قدر هم هست. خب اول از کتابایش شروع منیم. اینیش کسته کتاب جدید گرفته، تفکر و پژوهیشه. تفکر و پژوهش یک دونه کتاب. مهتاب مثال ششومه، یعنی شکار و فناوریه. این دو دونه کتاب شی انسان نوشته. یعنی شکسته نگاریش فارسی 3 دونه. ایش هم علوم و تجربیه. این 4 دونه کتابش خیلی جمجور کوچیک. ایش هم ادیه های آسمانیه 5 دونه. ایش هم فارسیه 6 دونه. ایش هم آموزش قرآن کریمه 7 دونه. ایش هم ریاضیه 8 دونه. و ایش هم که است مطالعات و اجتماعیه 9 دونه کتاب مال مهتاب جانه که امسال اینا را بخیر و خوشی بخوانه. و بخش مهتاب جان چی گرفته؟ سب کو بچه؟ یعنی شکست چه؟ غلطگیره. این بسیار غلطگیر قشنگه که خیلی مترماتیکیه. ایش هم که چسبه، این هم ماجیکه، یعنیش هم خودکاره. ایش هم همو هایلایتر. خب اتباش ما یک پسال کنیم از شهناز جان که این بخشه چیز که هسته هایلایتر بخشه چیز که بچه می چی کارایی داره؟ برای سوالای مهم که ریکتابونه ختم علامت میزنید که مثلا چی رقمه؟ خب آفرین هایلایتر بخشه از دویه که ما خودیم بلد نبودم. شهناز جانی را اندازه شما توضیح داده. خب این هم که زمین برچسبایه. این هم یک دونه خطکش گرفتش مهتاب. این هم که است همو مداد پاکون یا پلسین پاکون. ایش هم که است همو تراش که پلسین تراش یا مداد تراش. این هم که همو پلسین سیاه یا مداد سیاه. این هم که همو برچسبایه دیگه. این هم که است از همو شکال نداره. این هم که است از همو جلدای کتابای دینا را پوش کنیم بخیر پاره نشنه. و دینا که است دفتر نکن دست نکن. اینی که است دفتر ریاضیه که من چرا مهتاب از روش در آورده. دفتر مشق مهتابه یارزو بسیار در یک دیزاینه 2 دونه. اینیش که است دفتر فارسیه که مهتاب جان اینا قیمتای شمایش در آورده. دفتر فارسی لایه. مهتاب تو دفتر نقاشی نده؟ نه نقاشی نمی‌کنی؟ خب اینی دفتر هم دوی املایش بوده. در اینجا دوستای عزیز اگر متوجهش داشتین بخش مهتاب یک دونه دفتر نقاشی کم بوده که از اونجایی که میخواستیم بگیریم همه‌ایشی همین 2 نوع کتابای نقاشی داشت. دفتر نقاشی باز مهتاب از اینا خوش نموده. گفتم از یک جای دیگر بخشیت میگیرم که همون موردی سمت باشد که خوش باید. یعنی دوستای عزیز اینا از این کتابای بچه ها بوده.
دیگه تشکر که تا آخر ویدیو از مو بودید. دیگه بچه های نازنین از مو دیگه تایی حد را دیگه تحصیل کرده. انشالله برای از اینا آرزوی موفقیت دارم که در زندگی خود همیشه خوب درس خوان باشد و نمرات خوب بگیرد که تا 12ام در اینج در مدرسه انشالله بوده که بعدش هم در دانشگاه ببینیم تا قطار چی رقم میشه. ببینیم که اینا در دانشگاه میتونه بوده نه میتونه بوده. فعلا که امساله شده همون خرج و مخارج شده همون دفتر مفتر شده فعلا بخشه چند وقت که کافیه گرفته. دیگه بازی کم کسریات داره و نایش هم بخیره دیگه روزمره که چیزی لازم داشت باز میتونیم بخشه بچه ها. تشکر دیگه دوستای عزیز. فقط از موی سه تا بچه های از مو که دکترها مدرسه‌ای که امیرعلی جان هم که هنوز کوچیکه دیگه هنوز یه مدرسه نمورد. باز یک دفترهای نقاشی بخشی ازی هم گرفتدیم نمیفهمم که امیرعلی او را پارک ده یا یشتر نمیفهمم ده این جمع نیه. در کنه دفتر گرفتدیم پنجده یک چند مداد رنگی که امیرعلی نزدی بچه ها کسایی مونه. باز از روی ازی بچه ها کم کم نقاشی خطی کنه تا یک کم کم با کتاب و دفتر آشنا جان نه نمیخواه که باید بچه اشکال نداره خب علا بخشید مولم یه دکتر هایشته خیلی اشکال نداره. بازم تشکری خاص دارم از همه شما عزیزان که تا آخر از این ویدیو قدر بودید و مورا همیشه حمایت کردین و مورا همیشه بیننده هستید. بسیار جهانی سپاس از لطف و محبت همه شما عزیزان دل. دیگه تا ویدیو بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان دل.